چطورین؟ اگه من نمیشناسین من فاخته هستم و این پیج اینستاگرام منه. همونجوری که میدونین میخوام برام سفر، پس اگه دوست دارین بدونین که من تو چمدونم برای سفرم چیه جمع میکنم let's go. خب اولین چیزی که بهش نیاز داریم یه چمدونه که خب چون من آدم سبک سفر کنی کلا نیستم از چمدونه خیلی بزرگ استفاده میکنم، چون خب تقریبا تایم خیلی زیادی هم میخوام بمونم، 1 ماه میخوام توی سفر باشم، پس این سایز چمدون رو انتخاب کردم. این چمدونه بچه‌ها خیلی باحاله، دوست صمیمه، تقریبا توی تمام مسافرتام چه 3 روز باشه چه 30 روز باشه من همیشه همین چمدون رو برام با خودم. اولین چیزی که من هر وقت میخوام چمدون ببرم جمعشون میکنم محصولات پوستی و آرایشیمه که این یه بخششه. من همه محصولات مراقبتی رو نمیتونم با خودم ببرم، پس یه روتین خودم برمی‌دارم که من از این سرم اوردینری استفاده میکنم، ویتامین C، نیاسینامید، هیالورونیک اسیدم، آبرسانم هم میذارم تو کیف آرایش. من توی سفر برای اینکه زیاد جا گرفته نشه سعی میکنم یه سری آیتمای خیلی ترافل توری رو انتخاب کنم و برای امروز این کیف رو انتخاب کردم و آیتمای توش هم سعی کردم یه سری چیزایی باشه که خیلی روزانه باشه و کمتر ازم جا بگیره. یه برانزر شیکلم مایش رو برداشتم، لیپ گلاس شیکلم، این پودر فیکس فورور 52 که پودرم که مثل همیشه آرتیستا استفاده میکنم. این مدلش که همیشه بهتون گفتم فوق‌العاده است واقعا. یه سیبرش هم برداشتم، یه شونه چوبی برای اینکه به موهام آسیب نزنه، یه دونه از این تیغایی که برای شیف کردن صورتمه. هر چیزی که فکر کردم نیاز دارم برداشتم، دیگه فکر نمی‌کنم چیزی توش کم باشه. این صابون بلندرمه، مخصوص پوسته واسه شستشوی بلندرم. اینم میذارم این تو درشو بستم. حالا بعد فیس واشم و محصولات پوستیمو بذارم توی یه بگ و بذارمش توی چمدونم. ببین الان من فکر کردم بهتره پوستیامو بذارم رو میز باشه، لباسامو جمع کنم، بعد توی فضای اضافی آخر روی چمدونم محصولات پوستی و آرایشیم و اینجور چیزامو بذارم، یا شاید مثلا بذارمشون تو کیف دستیم، نمیدونم. برم لباسایی که میخوامو بیارم، ادامه‌شو با هم بگیرم. رفتم لباسامو از اون بر آوردم، همه اینا هست. بعد اینا رو چیز کنم بهتون بگم که اینا چی هم بذارم. اوکی لیتس گو. وقتی اسم جزیره میاد اولین چیزی که بهش فکر میکنم بیکینیه، چون قطعا میخوام برم آفتاب بگیرم. البته که این زیر بر آفتاب گرفتن مناسب نیست چون بالا تنش اینجوریه، پشتش بازه، ولی میخوام اینو بردارم چون سالارم رفتم خیلی به رنگ پوستم میاد. اونجا حالا میرم میخرم یه دونه دیگه اگه حس کردم که نیاز دارم بهش. بیکینی من دارم، کراپ تاپ تو رنگ‌های مختلف، سفید و مشکی و کرم برداشتم. حالا با استایلی که دارم حس کردم اینا ست میشه و کافیه. این پیراهنه رو برداشتم که تو خونه بپوشمش. حالا مورد علاقم چون با استایل اسپورت و کراکسم خیلی میاد. چند تا روی برداشتم، مانتوی مشکی که خیلی مینیماله و بازم با استایلام خیلی خوب مچ میشه، یه دونه سفید. من کلا بیشتر برای سفر سعی میکنم از یه چیزایی استفاده کنم، یعنی یه سری چیزایی و آیتمایی رو تو چمدونم بذارم که خیلی ست کردنشون با هم راحت باشه. شلواره رو برداشتم که مشکیه و بازم مینیماله، با همش میاد. اینم برای ببینید مورد علاقه ترین آیتمم توی این چمدون بدون شک اینه که هم با این سفیده میتونم ستش کنم، هم با اون مشکه میتونم استایلش کنم که خیلی خفن میشه. نظر خودم بیشتر کفشام قراره جا بگیره از لباسام. برای اینکه بیشتر تایمم قراره بیرون خونه بگذرونم سعی کردم که زیاد لباس تو خونه بر ندارم، برای همین یه 2-3 تا ست تو خونه کلام برم دارم. اینم میخوام بردارم که خیلی هم راحته. این تنهایی که کلینم هم میخوام بردارم، البته این مشکیشه، سفیدشو هنوز لباسشویی نشسته. سری لباسا دارم که امیدوارم تا فردا که میخوام برم امشب تا صبح خوش بشه. خب چون تایم خیلی طولانی قراره بمونم ورزشمو میکنم اونجا، برای همین یه سری نیمتنه ورزشی هم دارم که نخوام بخرم دوباره. جوراب،
چون دارم میرم سفر جوراب خیلی مهمه و من کلا واسه ورزش جوراب بلند میپوشم. البته که با استایلم هم میتونم خیلی اینا رو ست کنم چون که اسپورتن دیگه چون دارم میرم مسافرت دارم بریز و بپاش و هزینه میکنم. جوراب جدیدی که خریدم افتتاح میکنم. اینا از سفر قبلی که رفتم بوده، هنوز بازش نکردم، میخوام دوباره با خودم ببرم افتتاحش کنم. 2 تا شلوار را انداخته بودم که براشون داشتم. یکی این جردن است که خیلی با ایر ساقدارم ستش میکنم. یه دونه هم این کارگو است که خیلی باحاله، کلا دوستش دارم. این کارگو تو مالزی شلوار چیزاست، کارگراست. جدی میفرمایی؟ کفشام مونده که باید جمعشون کنم که اونجاست. من برای آیتم پاشم این صندلای صورتی برشکام ورداشتم با کیف ستش که اینا. یه سری از این زیپ بگا دارم، اینا رو میذارم تو اینطوری که کثیفم نشن. آیتم بعدی که میخوام بردارم این ایرای سفیدمه با همه ست میشه. این اخیرنا دورنا صندلیای دنیا به نظرم باید بیارمشون چون که به هر حال نیاز میشه. خب تبریک وای 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 خاک تو سرت بجا. خب تقریبا تموم شد چمدونم چیدنش، یعنی بخش لباسام. اینا رو کامل لباسامو جمع کردم و فقط این مسئول پوستیام مونده یه سریاش. گفتم بیام بهشون این ماسک همو بعد از هموم اوسرت اگه اشتباه نکنم معرفی کنم. بعد خفنه. ببین اصلا این لاینی که من دارم تو استوریام بهتون معرفی کردم، لاین ترمیم کنندشه و کلا اگه موهای دمیجی دارین خیلی خفنه. اگه دوست داشتین میتونین اسکرین بگیرین. چیز دیگه که من خودم خیلی وقته که میخوام جزیره میبرم این اسپری آب آونه که خیلی آبرسانی فصلی داره کلا و هم میتونین ازش استفاده کنین زیر آفتاب وقتی که دارین آفتاب میگیرین. کلا خیلی چیز خوبیه. روی میکاپ هم میتونین نداره میتونین بزنین. خب برای اوت کلون من میخوام 3 تا اوت کلون با خودم ببرم که یه دونش این اوت کلون داره که الکسیره برای جایی که شرجیان خیلی بهتره، بوش موندگاریش خیلی بیشتره و اینو اگه داشته باشین بوی باکارات روژ میده. اوت کلون بعدی که میخوام ببرم این اوت کلون ایف سن لوران سوپریم بوکت که تازه لانچ شده و خیلی خوشبوه. اینه که فوق‌العاده است، یعنی اگه پیداش کردین تو ایران حتما بخرین. یه اوت کلون هم میبرم تو کیفی برای بیرونای خیلی خیلی عادی و حالا جاهایی که خیلی واسم مهم نیست خیلی اوت کلون گرون بخوام بزنم. ببین الان دیگه تقریبا همه چیمو جمع کردم اما نمیخوام در اینو تا دیگه 90 ببندم چون حالا یهو فردا یادم میاد استیو جا گذاشتم، برای همین میذارم که این باز بشه. مسئول پوستی هم گذاشتم، تقریبا همه چیم تمام شد دیگه. برم که یکم استراحت کنم. ببین اصلا دلم نمیخواد از اون براتون بگیرم، همه چی ریخته و الان باید تازه اینجا رو تمیز کنم، غذا درست کنم واسه فردا و خیلی کار دارم.